شام بخیر دوستانی عزیزم. هر کس با نو با طرز خود گوشت را نگاه می‌دارد. من هم می‌خواهم از تجربه خودم بگویم و بعدا شما هم در زیر کامنت بنویسید که شما گوشت را چگونه نگاه داری میکنید. گوشت را دو نمود میگیرم، هم استخوان و هم لحم. قسم استخوان رو هم به دو تقسیم میکنم. شسته تازه کرده اول، بعدا قسمت استخوان دارش رو بریده و جایی که مثلا سر افغان‌تر و سر پرده‌تر است آن رو بریده برای خام شوربا برای دیگر طعام‌هایی که مثلا گوشت استخواندار لازم است میگیرم و قسمت لحمش رو تقسیم کرده در چرخ میگذرانم. من همین گوشتی که گرفتم ببینید استخوانش خیلی کم برآمد. من همین یک تا برآمد و اینجا یک بریده دیگه هم هست. این رو دو تا قسمتی استخواندورش برآمد، دیگرش همش گوشتی لحم برآمد. همین دو قسمتی استخواندور رو میگیرم برای خام شوربا و اینها رو در یخدان نگاه میدارم و با پاکت سلافانی میگیرم، چون که در یگان قوطی گیرید قسمت استخواندور نغز نمیگنجد. شاید برای این هم یک ظرف خوب یابم، حالا همین گونه با میمونم و این قسمت لحمش رو خرد کرده از چرخ میگذرونم و برای نگهداریش از ظرفی پلاستیکی استفاده میکنم. برای اون که اویلای مو خورده است، من همگی دو کودک دارم، یعنی ما 4 نفر هستیم و حالت‌های هست که مثلا گوشت چرخ شده کم در کار است، حالت‌های هست که زیاد در کار است. برای همین از همین ظرف استفاده میکنم. این ظرف خونجایشش 250 گرم است و برای اویلای ما این بسیار قلای است. برای اون که مثلا اگر 250 کمتر گوشت در کار باشد یک قوطی رو میبرم، اگر بیشتر در کار باشد مثلا نیم کیلو در کار باشد دو قوطی رو، یعنی وابسته به اونی که چی آماده میکنم و دیگر گویا که ترازو هم در کار نیست، برای که 250 گرمی تقسیم کرده یک کیلو گوشت رو میمونم و هر گوه که لازم شد همون مقدار رو میبرم و اونها رو در یخدان نگاه میدارم. برای اویلای ما یک هفته همین مقدار کافی هست و حاضر اینها رو در یخدان میمونم. در یخدان از هفته گذشته یک تای دیگر هست، اون رو گرفته به قبط بالا میمونم. این از هفته گذشته بود، منم خیلی نغز میستد و اون رو در بالا میمونم تا که اول اون رو استفاده کنم بعد دیگر هایش رو اینجا میمونم و تمام. یعنی گوشتی یک هفته اینه چرخ شده تیار است و گوشتی لحم رو باشد. گوشتی لحم رو اینها هم شسته تازه کرده، این رو با پاره تونک تقسیم میکنم و در ظرف پلاستیکی میگیرم و این رو هم در یخدان نگاه میدارم. هر مقداری که لازم شد алоҳида монданаш хубаш дар ин аст ки ба якдигар намечаспанд, дар вақти гирифтан озод мегиред. ҳарчанд ях карда бошанд ҳам агар ба рӯи ҳам монем он вақт аз якдигар ҷудо кардан душвор мешавад. барои ҳамин дона дона мемонам ва дар ду зарф мегирам ва барои як ҳафта ҳамин миқдор кофӣ аст ва дигар беташвиш мешавад. ва марҳамат дӯстони азизам, шумо ҳам аз усулу тарзи нигаҳдории гӯшту гӯшти чархшуда дар коммент бинависед, аз якдигар меомӯзем. умедворам ки ин бахши хонадорӣ барои шумо муфид буд. то дидор дӯстони азизам.